پلیس نویه نیوه شهر سنت پتربورگ روسیه غارتگرانی را میجوید که بیگوی 21 نوامبر یک شهروند 31 ساله تاجیکستان را از نام نتاشا نام دختر به دام افکنده و ملاقات عاشقانه دعوت کردند و او را شدیداً لطوکوب و با کارد زخمی کرده دو دندانش را زده شکستند و سمکش را با 8000 روبل بازوری از دستش کشیده گرفته فرار کردند. بنا به اطلاع منابع خبرگزاری محلی اپراتیو پریکریتیه در مقامات حفظ حقوق پتربورگ مرد تاجیک در شهرک متلستروی زندگی میکرد و توسط میسنجر تلگرام با نفری که خود را دختر و نامش را نتاشا معرفی کرده است شناخته شده است. بعد شناسایی او به نتاشا پیشنهاد ملاقات داده است و نتاشا این پیشنهاد را پذیرفته سراغش را به این مرد تاجیک فرستاده گفته است که به خانه او بیاید. بیگویی 21 نوامبر تقریبا ساعت 17:00 این مرد تاجیک به ملاقات عاشقانه با نتاشا به بنای رقم 47 در خیابان شلیسنبورگ واقع در شهرک ریباتسکای آمده است. وقتی که او از لیفت در قبط دوم بنا بیرون میشد به جای نتاشا او را یک مرد با کورتکه سیاه در تن با یک ضربه مشت به ناحیه بینیش پیشواز گرفته است. جبردیده به پلیس نقل کرده است که آن مرد او را تو کوچه زده برده و سپس از جای بشکور برآورده چند ضربه به طرفش با کارد انداخت و سمکه دستش را با زوری کشیده گرفت و از جای حادثه فرار کرد. در درون سمکه اجرت‌های این شهروند تاجیکستان و 8000 روبل بوده است. یک سامانه خبری دیگر پتربورگ خبر داد که کارمندان پلیس حملگر را جستجو دارند ولی مهاجر جبردیده را در بیمارستان بستری کردند. او از ناحیه بینی و پنجه‌های دستش زخم کارد خورده همچنین دو دندانش شکسته و مغز سرش هم جنبیده است ولی طبیبان در عموم وضع سلامتی او را معتدل ارزیابی میکنند. در رابطه با این قضیه بر اساس قسم دوم ماده 162 کودکس جنایتی روسیه با اتهام غارتگری پرونده جنایتی گشودند ولی در بنای رقم 47 در خیابان شلیسربورگ ویدیو کامرای نظارتی نبوده است و این جستجوی حملگر را مشکل تر میکند.